راجع به ورس امین خلوت چی بود؟ عالی. خودت به عنوان کسی که دیس شدی یعنی لذت بردی؟ لذت بردم، ولی همچنان میگم تو نوسکول مال این حرفا نیست اصلا تو امروزه. ولی ولی ورسشو من خیلی حالی، من خودم مثلا 3 تا لفظشو دوست داشتم. نمیدونم. مرد تنهای سورنا رو گوش ندی؟ باورت میشه تا حالا یک بار من نشستم سورنا رو تا آخر گوش کنم؟ چرا؟ خیلی خفنه. یک بار من سورنا رو تا آخر گوش نکردم. تتل یا ساسی؟ معلومه که زد بازی. فدایی داره جر میده جدیدن دیگه. این آخرین آهنگش هم که داده بود همین خطاب به رهبر، من خیلی حال کردم. آبی قرمز مشکل است که خود بگوید نه که عطار بگوید. حاشیه درست می‌کردی، حاشیه درست می‌کرد خودت هم که دوست داری. من حاشیه دوست، شما دوست دارید. آقا شما که همش تازه اتفاقا کسی که